کتاب از دو فصل عبارت است. فصل اول فی ذکر 10 فصول للفضیله، ذکر 10 اصول برای فضیلت. فضیلت این اخلاقهای نیک، صفاتهای حمیده، صفاتهای کمال. اصول فضیلت یعنی 10 اصول فضیلت در فصل اول ذکر می شد. این 10 اصول چی اصل های است؟ اصل یکم واجب بودن ایمان آوردن به فرق ها بین مرد و زن. واجب است که بنده ایمان بیارد که مرد و زن دو جنسی است که از همدیگر فرق دارند. حالا در پایان بعد وسیع‌تر استفاده می‌گذارم. اصل دوم حجاب عام، اصل سوم حجاب خاص، مراد حجاب زنها. و این اصل سوم 4 مسئله را در بر می‌گیرد. مسئله یکم شناسایی با حجاب زن از روی نقطه شریعت، نقطه نظری شریعت. حجاب گفته شریعت چرا گفت؟ نه از روی لغت. و این چونین حجاب چگونه می شود؟ صفت حجاب مسئله دوم. مسئله سوم دلیل های فرض بودن حجاب برای زنهای مؤمنه. این موضوع کلان است اینش. مسئله چهارم فضیلت های حجاب، یعنی که فایده های حجاب. حجاب چی فایده هایی هست که الله تعالی امر کرده است؟ اصلا در شریعت اسلام قاعده اساسی شریعت این است که الشرع لا یأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة. شریعت امر نمی کند مگر به آن کاری که فایده آن کار 100% است یا اینکه فایدهش زیاد است، 90%، 80% فایده دارد، به همون امر میکند. یعنی که وقتی که دیدید که شریعت شما رو به یک کار امر کرده است، دانید که در آن کار فایده محض است برای شما. ولا ینهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة. شریعت نهی نمی کند، من نمی کند مگر هم از آن کاری که 100% ضررش است برای شما، یا اینکه ضررش زیادتر است، 90% ضرر دارد مثلا، برای همین نهی می کند. کسی اگر اطاعت از الله تعالی کند برای فایده خودش، خیلی که الله تعالی میگه که من عمل صالحا فلنفسه. کسی عملی صالح میکنه برای فایده خودش است، برای الله تعالی چیزی نیست. و من اساء فعلیها، کسی بدی کند بر ضرر خودش. و ما ربک بظلام للعبید، پروردگار تو برای بندگانش ظلم کننده نیست. بنابراین در حدیث قدسی آمده است که الله تعالی میگوید که ای بندگانم، اگر اولین شما یعنی آدم علیه السلام، آخرینتان یعنی آن آدمی که از قیامت پیشتر به دنیا می آید و قیامت میشه، آخرین آدمی که به دنیا تولد میشه بعد از اون قیامت قایم میشه، اولینتان و آخرینتان انسکم و جنکم، انسان هاتون و جن هاتون، كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. همه شما اگر مثل تقوادارترین پرهیزگارترین مردی روی دنیا باشید. کیست این آدم؟ این آدم حضرت پیغمبرمون محمد علیه السلام است. قسم به نام الله تعالی من عالمترین شما و تقوادارترین شما گفتم. از همه مردی به تقوا در این دنیا حضرت محمد علیه السلام. اگر همه شما انسان های جن ها مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشید، ما زاد ذلك فی ملک شیء، این در ملک من چیزی رو زیادتی نمیکنه. بنابراین فکر نکنید که وقتی که شریعت شما رو امر میکند که زکات برار، امر میکند که نماز خوان، حج کن، حجاب کن، ریش مان، این به فایده الله تعالی است. الله تعالی بی حاجت است از شما و از تمام عالم بی حاجت است. و این چنین یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملک شیء. ای بندگانم، اگر اولینتون و آخرینتون، انسانهایتون و جنهایتون، فاجرترین مردی روی دنیا، کافرترین مردی روی دنیا که باشد مثل همون باشد، همه کافر،
همه بدبخت و گناهگار باشید، ما نقص ذلک من ملک شیء، یا از ملک من چیزی رو کم نمیکند. الله تعالی به عبادت ما، به عملهای ما حاجت نداره. الله تعالی صمد است، بی حاجت است از همه کس. نه همسر دارد، نه فرزند دارد، نه شریک دارد، نه ضد دارد، نه یاردمچی و مصلحتگر دارد، نه وزیر دارد. الله تعالی از همه چی پاک است. الله تعالی یگانه است و به همه کار قادر است. به هیچ کسی نیاز نداره، حاجت ندارد. جل جلاله و تقدست اسماؤه. بنابراین وقتی که فرمانهای الله تعالی رو میبینید، شما نادرست تحلیل نکنید. او برای فایده شما هست. وقتی که من کی کرد، او بر ضرر شما هست. اگر خواهید اجرا کنید، تجربه کنید ضررش را. خیلی که الله تعالی میگه که اعملوا ما شئتم، عمل کنید و هر چی که میخواهید. به نزدیکی بعد حساب و کتاب دارد. اصل رابع، اصل چهارم، قرار المرأة فی بیتها عزیمة شرعیة. قرار گرفتن زن در خانهش این عزیمت است، یعنی قانون اساسی شریعت است. و برآمدن زن به کوچه این رخصت است. الله تعالی رخصت داده است تقدر بقدرها، و قدرش یعنی دیده میشد. اصل امر شریعت و قرن فی بیوتکن، شما در خانه هاتون قرار گیرید. گفت اون کار خانه، بسیار زنها کار خانه رو در یک روز چه خیلی که میخواهند اما خیلی به سامان رسانده نمیتونن. یعنی بعضی کارهایی که به نقشه گرفتن تمام نمیشه. یعنی معنی اون ندارد که الله تعالی زنها رو در خانه حبس کرده است، بلکه کدام زنی که با عقل باشد خانه خود را بهشت میگرداند، در خانه خود عملهای را میکند که مرتبه او را بلند میگرداند. این اصل چهارم است. اصل پنجم، الاختلاط محرم شرعا. آمیختگی از نگاه شریعت حرام است. آمیختگی یعنی چی؟ زن و مرد در یک کارخانه کار میکنند، زن و مرد در یک طبابت خانه طبابت میگیرد. این آمیختگی است. بسیار آدم ها به این اعتراض بیان میکنند. کسی اعتراض بیان میکنه، مرحمت، زنی خود را در بین مردها به کار مانید. در بین 20 مرد زنتون رو برده به کار مانید. اگر به امر شریعت اعتراض بیان میکرده باشید، بعد نگاه کنید نتیجهش چی میشد. چقدر آدم ها حتی 10 مراتبه به طریق 10 نفر شنیدن که زنش با فلان همکارش فلان عملهای زشت را میکرده است. بعد رفت و در حقیقت وقتی که حقیقت را دریافت، اون مرد به قتل رسانید. 25 سال کنجی زندان، 35 ساله باشد 60 سال عمر رفت. چی فایده از اون 2 ساله که در یگانجا زنی شما در بین مردها کار کرد؟ اگر اینم اون مرده که ناموس دارد، اون رفته به قتل رسانیده است. اون مردهای دیوس دیگه کار ندارن، شنوان هم پروانه میکنن، گولی خوشبوی همه بو میکند، گفته نعوذ بالله میگردن میخیل دیوس. بنابراین امر شریعت این است که اختلاط حرام است. آمیختگی، زن با مرد بیگانه وقتی که در یک جا کار کرد، رفت و آمد کرد، نشست، سلام علیک، سخن کنی، شرم و حیا میپرد. عاقبت این عمل زشت است. بنابراین شریعت حرام کرد. کسی معقول نیست، مرحمت، زنش رو برده در نزد 100 مردها به کار ماند، بعد منتظر شود عاقبت بعد را. خب اصل ششم، التبرج و السفور محرمان شرعا. تبرج یعنی بدن را کشادن و زیب و زینت دادن بدن. بدنی که باید غیر شوهر دیگر کسی نبیند برای دیگرها کشادن. این کار اصلش از نگاه شریعت حرام است. اصل هفتم، الله تعالی وقتی که زنا را حرام کرد، سبب‌هایی که برده به زنا میرسونند و سبب‌های هم حرام کرد. مانند سلام علیکم گفتن. دختری زیبای جوان آمده ایستاده است، السلام علیکم گفتن حرام است. و السلام علیکم سخنی خوب است کو به تو سلامتی میخواهم
و رحمت الله و برکاته، رحمت الله و برکات الله تعالی را میخوام. چی جایی بدی دارد؟ چی جایی بدی دارد؟ همین به بدی برده میرساند عاقبت. اول کلام، اول نظر، بعد کلام، بعد عاقبت. نعوذ بالله زنا هست. هیچگاه یک بار زنا نمیشه. بنابراین الله تعالی نگفته است که زنا برای شما حرام است یا زنا نکنید، نگفته است ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیکی نکنید. گفت نزدیکی کردن همین گپ پراندن، نگاه کردن، گپ زدن. این اصلی هفتمین است. اصل هشتم الزواج تاج الفضیله، ازدواج کردن تاج فضیلت است. کسی میخواهد پاک زندگی کند، کسی میخواهد از فحشا دور باشد، ازدواج، خانه‌دار شدن، نکاح، این تاج فضیلت است. اصل نهم واجب بودن حفظ فرزندان از ابتدای گمراه کننده. مراد چی از ابتدای گمراه کننده؟ ابتدای گمراه کننده حال این کودک است که گفته برای دخترچه ها لباس های نیم برهنه پوشانیدن و در همین روحیه آنها را به وای رسانیدن، بی یگان مشکلی به نزد مردها در آبرو کردنش. حالا وی نابالغ است، حالا گناه ندارد، از همین ایام او را عادت کنانیدن به گناه. این یک اصل نهم است. در زیر این با دیگر مسئله ها هست، مسئله باغچه، مسئله تماشا کردن فیلم های مولت فیلم، بسیار اینجا مشکلی ها هست. بعضی پدر و مادر اهمیت نمیدن به محتوای آن فیلم ها، لیکن در بینش بسیار کارهای عظیم هست که این به فرزند از همین ایام کودکی تاثیری بد میرساند. وقتی که کلام شد دیگه اونو به راه در آورده نمیشه. این کودک گفته شما اهمیت ندادید امروز، وقتی که او کلام شد دیگر شب و روز شما در غم و غصه میشید، دیگر نمیتونه دیگه اصلاح کرده. خب اصل دهم واجب بودن غیرت، رشک بر محرم ها، بر زنهای مومن ها، بر محرم ها و بر زنهای مومن ها. یعنی مرد باید رشک داشته باشد به محرم هایش. محرم هاش یعنی مادرش، خواهرهاش، دخترانش، همسرانش. برای اینا رشک داشته باشد. نه فقط برای اینها، علی نساء المؤمنین، برای زنهای مومنه هم رشک داشته باشد. ببینید مثال مردهای به غیرت اگر شاهد شده باشد، مثلا در کوچه یک زنی حجابدار نوابسته به ملتش، خواه وی روس هست، خواه عرب است، خواه تاجیک است، اگر زنی ساتردار باشد، یک فاسق یا فاجر اگر او را اذیت دهد، دل خواه مردی مسلمان آمده دفاع میکنه، میگه این خواهر ما است. انا همین غیرت، رشک برای هم همسران، محرم های خود و هم بر عمومی زنهای مومین ها، برای مردهای مومین واجب است. یعنی رشک شما فقط به زن و فرزند و دختران و مادر خواهران خودتان نه، برای عمومی مومین ها هم باید رشک داشته باشید. این زنی بیگانه کو، این ملتش بیگانه کو، مسلمانی ساتردار از در زن، یک زنی مسلمان در کوچه های در خیابان ها کسی اذیت داده ایستاده است، شما باید به اون هم غیرت داشته باشید. این واجب است. اصل دهم آیه همین است. این 10 اصل در فصل اول.